درست قرآن کریم میفرماد کافران در هر آنچه که میکنن کمترین شک و تردید ندارن. کافر جاهل، یعنی انسان در عرصه جاهلیت قبل از اینکه هنوز فطرتی دینی درش بیدار شده باشه، وجدانی و عقلی درش پیدا شده باشه، مثل جانوران، مثل یک گوسفند وقتی میچره آیا در آنچه که داره میکنه مگه شک داره؟ نه. این زندگی حیوانیه. از این لحاظ میشه گفتش که اساسی ترین و انسانی ترین تعریفی که در مورد انسان با عنوان حیوان میشه داد اینه چه بسا که انسان حیوانی است دوگانه، دوالیستی. انسان حیوانی است دیالکتیکی. انسان حیوانی است جدلی. این معنا رو هم باز خود قرآن کریم فرموده که انسان در اکثر موارد و در رابطه با اکثر چیزها دچار جدال است. این آیه نص صریح قرآن جدال است. جدال از خود کلمه جدال خود قرآن استفاده کرده. جدال خب وقتی پدید میاد که دوگانگی پدید بیاد، بکنم نکنم، ببین جدال خودش دال بر دوگانه بودن انسانه که دو وضعیت کاملا متناقض در انسان حاکمه. خب این انسان انسانی است که از حیوانیت خودش، از میمونیت خودش، از عرصه جاهلیت خودش خارج شده و بوی دین و فطرت درش پیدا شده. خب به قول معروف قول مولانا یک کلامی داره در این باب، میگه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. ببین پس خود این جدال خودش دال بر وجود داشتن اختیار و قدرت انتخاب در انسانه. این تردید پس یک ارزش ویژه انسانی است. انسان به میزانی که در هر کاری میخواد بکنه شدیدتر دچار تردید میشه، این انسان انسانتر، بیدارتر، دینیتر و صاحب اختیارتره. این تردید رو ببین فقط از چشم منفی نگاه نکنیم، بله این تردیدها جدال پدید میاره. این جدالها بله البته اگر بر صراط مستقیم هدایت و معرفت نباشه باعث استهلاک، خستگی میشه. اینها هم هست در لحاظ روانشناسی، ولی ارزش واقع اینقدر عظیمه که این جنبه های منفیش واقعا چیزی است که ارزشی نداره آدم بگیم که ما بیایم میگیم که آقا این جدال باعث خستگی بدبختی انسان شده. رشد میشه. بله این جدال باعث رشد، باعث حرکت. آفرین، موتور محرکه انسان. محرک انسانیت. بله رشد، اصلا انسانیت همینه. انسانیت دقیقاً همینه. یعنی در واقع از یه لحاظ میشه گفت خب ما اگر طرفدار آزادی انتخاب اختیار هستیم که ظاهرا هم دم از این میزنن، پس بایستی حق این جدال و دوگانگی رو درک کنیم. فرق میمون با انسان همینه. انسان‌های کافر جاهل در هر آنچه که میکنن هیچ شکی نداره. ببین یک بچه در آنچه که میکنه غریزتاً مگه شکی داره؟ اینو ور می‌داره، اینو میزنه، اینو میشکنه، خودش رو تو آتیش میندازه. ولی به میزانی که امر و نهی پدر مادر رو میبینه شک میکنه و هراس میکنه و کم کم میفهمه که آقا یک سری کارهایی هست که بایستی کرد و یک سری کارهایی رو نبایستی کرد. خطر وجود داره، مسئولیت وجود داره. ببین در حقیقت این جدال سر مسئول بودن انسان نسبت به وجود و بودن و حیات و هستی و سرنوشت خودش. ببین این همون مسئولیت، این همون اختیار، این همون انسان بودنه. این قضیه از بهشت آدم حوایی آغاز شد. تا قبل از اینکه آدم حوا دچار اون مشاجره بشن، دچار مبتلا به اون شجره بشن، شجره به مفهوم مشاجره یعنی همون جدال. ببینید در واقع میشه گفت بشر وقتی که به اون شجره ممنوعه، که به نظر من اون شجره ممنوعه اللازم معرفتی همون شجره مشاجره بود، یعنی شجره‌ای که او رو دچار جدال کرد، دوگانگی کرد و تردید کرد. تا قبل از آن میشه گفت یک حیوانی بسیار خوشبخت بود در بهشت و هیچ خبری هم نداشت. بی معرفت بود، جاهل بود نسبت به هر آنچه که هست، نسبت به خلقت خودش، نسبت به اون مقام خلیفت الله خودش جاهل بود. خب ما میدونیم که ابلیس وقتی که نزدیک شد با آدم و حوا، این قضیه به تدریج آغاز شد. در داستان خلقت انسان در قرآن کریم ما داریم این مطلب رو، کاملا واضحه. از زمانی که به شجره ممنوعه به وسوسه ابلیس نزدیک شد آدم و حوا به شجره ممنوعه، یک دفعه به خودشون اومدند، یک دفعه عورت‌های خود رو دیدند. ببین در واقع این اصلا متوجه حتی هیکل خودشون هم نبودند. ببین تا چه حدی اینا غرق در یک مستی و نشئگی بهشتی بودند که خود اون اصلا اینها رو غافل کرده بود. در واقع میشه گفت فنا بودند. این شکلی میشه گفت.
یعنی به خودآیی اون هوشیاری معرفت نفس نداشتن و به محض نزدیک شدن به این شجره ممنوعه به ناگاه عورت‌های خود رو دیدن و پوشوندن. ببین در واقع میشه گفت حتی متوجه هیکل خودشون نبودن، یعنی نمیدونستن، آگاه نبودن که هستن، وجود دارن. ببین وجود داشتن ولی بر وجود معرفت نداشتن. برای همینه در معرفت دینی و مخصوصا معرفت علوی حضرت علی علیه السلام می‌فرماد کسی که خود را نشناخت هلاک شد، نابوده. این کسی خودش رو نمی‌شناسه مثل موجودی که وجود نداره. پس خود آگاهی و به خود آمدن آن برای انسان وجوده، وگرنه غیر از اون وجود حیوانی است. حیوانات بر وجود خودشون آگاهی ندارند. فرق انسان با حیوان. و لذا با این وسوسه ابلیسی، ابلیس خود نخستین رسول خدا بوده. یک سر عظیمیه. خداوند رو مأموریت داد تا انسان رو امتحان کنه. خب این خدای نکرده باز توجیهات ابلیس پرستی نشه در برخی از مکاتب کاذب و دجالی شده. باز بدونیم که ابلیس هم اولین رسول خدا بوده، مأموریت داشته و خود ابلیس و شیاطین هم همونطوری در قرآن اومده اینا به امر خدا به آدم ها نزدیک میشن. خداوند فرموده که شیاطین به امر خدا به کذابان نزدیک میشن تا اونها رو در واقع به خودشون بیارن و بعد میگه که نزدیک میشن تا اونها رسوا بشن، یعنی دچار اون توهماتی که بودن بفهمن که اون توهمات دروغ، رسوا بشن و توبه کنن. در حقیقت ببین این شکلیست. و لذا این واقعه که در بهشت رخ داد، وسوسه ابلیس، نزدیک شدن آدم حوا به شجره ممنوعه، موجب به خودآیی شد و لذا نبوت آغاز شد. بعد از این واقعه بود که حضرت آدم نبی شد. نبی یعنی صاحب خبر، نبع یعنی خبر، یعنی دفعه با خبر شد از این که هست. اولین خبر این بود که دیده هست، به ناگاه فهمید که وجود داره. در واقع وجود انسانی از این لحظه شروع شد. پس نبوت سرآغاز به خودآیی بود و لذا سرآغاز دوگانگی. انسان با خودش روبرو شد. و منشأ تمام دوگانگی ها رابطه انسان با خودشه. این دوتا کیه؟ من و خودم. انسان با خودش روبرو شد. خود دو تا دیگه، یکی شاهده یکی مشهوده، یکی عارفه یکی معروفه، یکی عالمه یکی معلومه. درسته؟ این منشأ ذاتی دوگانگی های انسانه، من و خودم. خب خیر و شر، زشت و زیبا، باید و نباید، شادی و رنج، خوب و بد، ضرر و فایده، بهشت و جهنم، علم و جهل، تمام این ارزش‌ها که همه ذاتاً دیالکتیکی و دوگانه اند. ارزش‌های یگانه ما نداریم. ارزش‌های بشری تماماً دوگانه اند. خب نبوت آغاز شد، احکام الهی شروع شد، نخستین احکام شریعت پیدا شد که اولش هم مربوط به رابطه آدم و حوا بود. نخستین احکام مربوط به رابطه آدم و حوا بود، پیدا شد تا انسان این دوگانگی رو درک کنه، تا نهایتاً در کمالش بر اساس این احکام دین به یگانگی برسه. برای همینه که هدف ذاتی دین چیه؟ توحید یعنی یگانگی، یعنی رسیدن به یگانگی، یعنی نجات پیدا کردن از این دوگانگی. خب ببین، ولی اون انسان یگانه‌ای که بهش میگن انسان موحد که بعداً پیدا شد، اون همون انسان جانوری ما قبل از دین و دوران جاهلیت نیست. اینجا طرف اصلا نبود که بخواد یک یگانه باشه یا دوگانه. اینجا هست ولی یگانه است. اللحاظ منطقی این ظاهرا شبیه اونه ولی مطلقاً رفتی به اون نداره. این یگانگی هستش که انسان واسه معرفت اون را یافته. این توحید، موحد شدن کمالش یگانگی من و خودمه. یگانگی نه برابری. ببین یگانگی ذات خیر و شره، رسیدن به یگانگی ذات باید و نبایده، رسیدن به یگانگی ذات واقعیت و حقیقته. نهایتاً اللحاظ معنای فلسفی و حکمت، رسیدن به یگانگی آنچه که هست و آنچه که باید باشه. فلاسفه اخیر اون رو در بیان میگن دوگانگی بین دیالکتیک بین هستی و بایستی. این همه تا به یگانگی برسه. یعنی چی؟ یعنی در آنچه که هست حق رو ببینه، اون بایستی رو، اون آرمان شر رو در خود واقعیت ببینه، حقیقت رو در واقعیت ببینه. این کمال معرفت و معرفت توحیدی است
که از قلب این دیالکتیک و این دوگانگی میجوشه. پس دیدن یگانگی است، یگانگی تساوی نیست. باز خود قرآن میفرماد که کافران میگویند که نیکوبد، زشت و زیبا، پاک و ناپاک مساوی است. نه، این مساوی نیهیلیسمه، همون لیبرالیسمه، همون کفره. نه، بایستی بدونیم که یگانگی تساوی نیست. یگانگی تساوی نیست، ربطی نداره. این بحث بسیار مهم و علاقه، اینجا جاش بحث نیست، همینقدر فقط اشاره میکنه. بنابراین پس حق این دوگانگی واضح شد. انسان به خدا آمد دوگانه شد. انسانیت یعنی همون شروعش، یعنی همون دوگانگی است. انسان به میزانی که دوگانه است انسانه، البته به سمت یگانگی باستی حرکت کن تا نهایتاً به یگانگی بین خود و خدا برسه. نه اینکه بگه من خدا هستم، این تساویگری است، این جهل و جنونه، این خودش اشد کفره. من خدا هستم، نه، خدا رو در خود یافتن، این کمال یگانگی است. عرفان علوی همینه. در جهان جز خدا ندیدن، همون چیزی که علی میفرماد که هر چی میبینم جز خدا نمیبینم. از یه طرف میگه هر چی میبینم در جهان جز خدا نمیبینم، از یه طرف دیگه میفرماد میگه قلب من عرش خداست، تن من کرسی خداست و خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمیشود. این کمال انسان کامل یعنی همین کمال توحید، یعنی یگانگی خود و خدا، نه مساویگری. من خدا هستم یعنی من مساوی خدا، نه خیر، این جهل و جنونه، هیچ چیزی توش در نمیاد. یکی از بزرگترین و شاید تنها علت اصلی خطای آگاه و ناخودآگاهی که در فلسفه عرفانی و در عرفان‌های نظری پیش اومده که خیلی کوس انالحق میزنن به جهل و جنون که من خدا هستم، از بابت این مسئله است که درک نمی‌کنن که آقا جان یگانگی رفتی به تساویگری نداره. توحید تساویگری نیست، خیر مساوی شر نیست، زشت مساوی زیبا نیست، آتش مساوی نور نیست، بهشت مساوی جهنم نیست، انسان مساوی خدا نیست، نه خیر، اصلا چنین نیست. بس توحید مقامی معرفتی و وجودی فراسویی است، فراسوی خیر و شر، فراسوی نیک و بد، فراسویی است، مساویگری نیست. یعنی انسان بایستی بتونه از میانه این دوگانگی برخیزه، قیام کنه. قیامت یعنی همین. برای همین این انسان موحدی انسان اهل قیامته و به قیامت رسیده است و به حضور خدا رسیده. از میان این دوگانگی برخیزه. به قول حافظ تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، از میان این دوگانگی ها برخیز، یعنی برخیز در مقام توحید و شهادت قرار بگیر. این بحث بیشتر از این جاش نیست. اینجا صحبت کنیم موضوع اصلی شریعت، فقه و مسئله حلال و حرام. پس داستان حلال و حرام، باید و نباید، امر بالمعروف و نهی از منکر، گناه و ثواب، تماما و سرش معلوم شد در چه واقعی است. پس انسانی که فقه رو، شریعت رو، حلال و حرام رو منکر در خود در شأن خودش نمیدونه، در واقع میخواد برگرده به دوران حیوانی خودش. برای این تمام کسایی که این گونه حرف میزنن و ادعا دارن اعمال زندگی روزمره‌شون هم تماما زندگی خری، خوکی و سگی و جانوری است. تماما اسیر در پایین تنه هستن و از ناف خودشون بالاتر نیستن. یعنی بالاتنه‌شون رو اجاره دادن به کی؟ به شیطان اجاره دادن. وجود خودشون فقط شکم و زیر شکمشون. میبینیم دیگه، احتیاج به مثال نداریم. بنابراین حلال و حرام میرسیم به این نقطه. در یک کلام اینجوری بذار بگیم، خود هر کسی یعنی نفس هر کسی، خود در عربی یعنی نفس، در روانشناسی اروپا بهش میگن سلف، ایگو یا سوپر ایگو، مفاهیم دیگری قضیه است. بنابراین در واقع باستی گفت نفس اگر تماما اون حیوانیت، تماما ظلمت، نفس پرستی یعنی حیوانیت، انسان بر خودش حرامه، خود در نقطه مقابل خدا انسان بر خودش حرامه، خود پرستی حرامه. اینو باستی بگیم، خود پرستی برای کسی که میخواد انسان باشه حرامه. خود پرستی این نفس پرستی. چرا؟ برای اینکه رو ساقط میکنه در پایین تنه. انسان چون صاحب روح هست، انسان وقتی ساقط بشه در پایین تنه، در نفس پرستی، دیگه یک سگ و خر و خوک و گاو معمولی نیستش، که یک حیوان دیوانه است.
یک حیوان مالی خولیاییه. در همین قرآن میفهمه که اکثر این جور آدم ها از حیوانات هم پسترند، از حیوانات دیوانه‌تر، رنجورتر، دریوزه‌تر. حیواناتی هارند، حیوانات دیوانند. خود حیوان بودن خودش مقام بزرگی است برای چنین آدم‌هایی. وقتی رشد کنن تازه با مقام حیوانیت میرسن. یعنی تازه چرا؟ برای اینکه حیوان دارای یک نفسی متعادله که تحت امر خدا قانونمندانه عمل میکنه. خود حیوانات هم مشغول ذکر خدا هستن. انسان کافری که اصلا ذکر نداره، فکر نداره، شعور نداره. بسیاری از حیوانات امروزه ما میبینیم در خود بیولوژی، روانشناسی حیوانات، در آثار فلسفی علمی که رو حیوانات شده معلوم شده که حیوانات دارای چه نبوغ و هوشیاری هایی هستن که انسان های معمولی اصلا فراموش کردن. اون هوش غریزی حیوانی خودشون رو هوش غریزیشون رو فراموش کردن. تحقیقاتی که مثل کسانی مثل موریس متلینگ مثلا در مورد حیوانات انجام داده و انسان ما تو مفهوم میشه که اینها چه نوابغی هستن. این مورچه، مگس، زنبور، عنکبوت، میبینی از انسان نابغه تر و هوشمندتره. ببین با انسان کافر وقتی که بخواد انکار کنه دین خدا رو، از حیوانات هم رنجورتر، ابله‌تر و دیوانه‌تر و دریوزه‌تر میشه. اینو واسطه بدون. بیان دیگری از این قضیه اینه که پس ما گفتیم که خود انسان اهل دین بر خودش حرامه. تقوا یعنی چی؟ یعنی خویشتن‌داری دیگه، یعنی پرهیز از خویش تا میتونی از خویش فاصله بگیری. یا تسلیم امر خدا باش، تسلیم خدا باش. حق با خودت نیست، با خداست. زیرا اون خود ذات خودت هم خداست. تو اگه از این خود سطحی و دنیوی خودت فاصله بگیری تازه به اون حق خودت میرسی که اون خداست. خدا همه خدا میکنن. برای رسیدن به اون خدای خود بایستی از امر خدا که دین و شریعت و احکام انبیاء الهی هست باید تبعیت کرد تا خدا رو در خود یافت. یعنی به توحید رسید. از این دوگانگی و جدل و دیالکتیک نجات پیدا کرد. بنابراین سر این دیالکتیک و دوگانگی باید فهمیده بشه. اگر افلاطون میگه که عرش معرفت دیالکتیکه، به این معنی است. آن کسی که راز این دوگانگی و جدال و تناقض رو درک کرد، در واقع میشه گفت بر آستانه توحید و یگانگی قرار میگیره. برای همین اندیشه بشری، خردورزی بشری تماما دیالکتیکی است. ولی دیالکتیک پرستی خودش کفره، تناقض پرستیه. نه خیر، دیالکتیک پرستی نیست. فلاسفه غربی دیالکتیک پرستی پیشه کردن. ما دیالکتیک پرست نیستیم، ولی حق دیالکتیک رو درک میکنیم. دیالکتیک یعنی وحدت اجزا. خب نخستین کسی که به طور واضح از این حقیقت سخن گفته خود علی علیه السلام. این که هر حقیقتی واسطه ضدش واقع شناخته میشه یعنی چی؟ یعنی دیالکتیک. درسته، ولی این مقصود نیست. این راه، این هدف دیالکتیک خودش یه ابزاره، یک نوع منطقی است. منطقی که بر واقعیت نفس انسان استواره. در واقع میشه گفت نفسانی ترین و طبیعی ترین و انسانی ترین منطقه دیالکتیکی است. اینو ما باید بدونیم. عالی ترین اندیشه ها و ناب ترین خردها و معرفت ها در انسان های پدید آمده که دیالکتیک رو شناختن. خود مولانا به قول خود غربی ها، به قول خود هگل، معتقده که بزرگترین دیالکتیک شناس تاریخ بشر بوده مولانا. اینو ما میدونیم. ولی دیالکتیک پرست نبوده. خود ملا صدرا هم میگه که عدل الهی رو فقط در تضاد میشه شناخت. تضاد، وحدت ازداد یعنی همون دیالکتیک. خب وحدت خود وجود انسان نشانه وحدت ازداده. در انسان هم خیر هست هم شر هست. انسان در این خیر با شر داره زندگی میکنه و در این حال در شر میتونه رو به خیر باشه. اینها اصلا جدایی ناپذیر، خیر و شر اصلا دیگه مرزی وجود نداره بین خیر و شر. حلال بیان دیگرش در سر واژه و علم هرمونتیکیش که من نگاه میکردم خیلی واضح از حل میاد. ملموس‌ترین کاربرد واژه حل یعنی که حلال و هم برمیخیزه، یعنی یک دست شدن، محلول شدن، هماهنگ شدن چند چیز در هم دیگه و یک نظام و نظم پدید آمدن، حل شدن. آب و روغن هرگز در هم حل نمیشه. ببین خیلی چیزا در خیلی چیزا حل نمیشه هرگز. حلال شدن، یک انسان حلال کسی که زندگی حلالی داره در واقع داره بر اساسی زندگی میکنه که تمام عناصر زندگیش بتونه در همدیگه حل بشه و یک محلول یک دست و واحدی بشه.
نظم پیدا میکنه. یکی از اهداف دین نظم، انضباط، قراره. برای همین وظیفه از جمله مسائل مهم در شریعت، وظیفه شناسی، نظم شناسی، قانون شناسی و زندگی دینی فقط انسان رو به سمتی میبره که تمام عناصر و پارامترها و اجزای وجود انسان بتونه در همدیگه حل بشه و یک محلول واحد و یک دستی رو به عنوان هویت اون فرد براش پدید بیاره. از تناقضات و چندگانگی ها به تدریج در بیار. صدها مسئله داره انسان، این مسائل تبدیل به یک مسئله واحد بشن. حل شدن دقیقا همینطوره. حلال یعنی همین. حرام ها انسان رو تکه پاره میکنن. یک مثال پزشکی میزنیم. مثلا ما معتقدیم که رزق حرام باعث زجر، عذاب و بیماری های لاعلاج میشه. چربی خون، اوره خون، قند خون کسی که قند خون داره در واقع دارای یک تناقض لاعلاج و بیمارگونه است. در این حال قند در بدنش بیشتر از حد موجود و مورد نیازشه، ولی در این حال این قند به درد بدن خودش نمیرسه، جذب نمیشه، حل نمیشه در وجودش. این قندها متبلور شدن، طرد شدن، حرمه شدن، شناورن در خونش ولی در خدمت وجودش نیستن. در این حال اضافه قند داره ولی وجودش در قحطی قنده. برای همین بیماری قندی ها قندشون بالاه، ولی اگه قندشون بالاست چرا واسه در واقع حالشون از قند به هم بخوره، در صورتی قند بیشتر میخورن. اونایی که چربی خون دارن بیشتر میل دارن چربی بخورن. ببین این تناقض رو. خب رزق حرام باعث همچین وضعیتی میشه، نمیذاره که غذا در وجود انسان حل بشه و جذب بشه و غذاییت بشه. برای همینه که طرف مجبوره بیشتر و بیشتر بخوره. هرچی بیشتر میخوره باز هم قحطی زده‌تر میشه. این یک مثال کاملا پزشکی است. در مسائل فرهنگی هم همینطوره، در مسائل اقتصادی و سیاسی هم همینطوره. نگاه کنید ما پدیده ها و قده های سرطانی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عاطفی مگه نداریم؟ اینها نامحلول ها و حرام شدگی های زندگی یک فرد یا جامعه است که حل نمیشه در زندگی، هویت به دست نمیده، یک وجود یگانه‌ای رو پدید نمیاره برای یک فرد یا خانواده یا یک جامعه یا یک ملتی. همه چیز در یک فرهنگ هست، همه عناصر در یک فرهنگ، در یک جامعه هست، ولی همه اینها مثل قند خون، اوره خون، چربی خون، کلسترول، اینها نامحلوله، به خدمت وجود انسان ها در نمیاد که باعث سلامت و عزت و رشد و تعالی و معنویت بشه. همه چیز هست، دین هست، تمام عناصر دینی هستن، فرهنگ هست، هنر هست، غذا هست، اقتصاد وضعش خوبه، همه خوبه، ولی هرچی خوبتر میشه ظاهرا اون جامعه دچار قحطی زدگی میشه و بیمارتر میشه، برای اینکه این عناصر کریستالیزه شدن و حل نمیشن، در خدمت وجود اون فرد یا جامعه در نمیان. این معنای بی‌نهایت مهمه. این حاصل حرامیته، رزق حرام. در اینجا ما می‌نویسیم به معنای رزق. ملموس‌ترین بحث حلال و حرام مربوط به رزق. رزق یک بحثی است بسیار وسیع و عظیم. یکی از رزق‌ها چیزی که انسان میخوره، نفس کشیدن یک رزقه، دوست داشتن یک رزقه، نفرت هم رزق دیگری است، خشم یک رزقه، آرامش یک رزقه. همه اینها رزق‌ها هستن، رزق‌های مادی و معنوی هستن. پس رزق فقط غذا نیست، معیشت فقط غذا نیست. معیشت از خودش از عیش میاد، یعنی عزت، راحتی، شادی، تراوت که از تو شکر برمیخیزه. از رزقی داریم که واقعا معیشتی است و رزقی داریم که عناصر معیشتی توش هست ولی تبدیل به معیشت یعنی عیش و عزت و سلامت نمیشه. این سخن پیامبر اکرام، کسی را که معاش نیست معاد نیست، همینه. اینجا معاش از عیشه، اینجا داستان فقر و نون و دو نیست. کسی که پلو کمتر بخوره، گوشت کمتر بخوره، فرض کن او معاد نداره. این حرف باطلی است. کسی که در این دنیا دارای سلامت و تراوت و شادی نیست، یعنی دارای شکر نیست، طبیعتاً معاد هم نداره، از معاد میترسه. این معنا هم جنبه دیگری از این حدیث است پیامبر اکرم. در اینجا عیاشی البته مسئله نیست. انسان مومن انسانی شاد
مفرح، فرح بخش. مؤمن یعنی آرام، سرحال، شاکر. حتی اگر نان در خانه نداشته باشه. پیامبر اکرم سالهای آخر عمرشون دریای ثروت خدیجه رو به فقرا بخشیدن و خودشون در خانهشون آتیش بلند نمیشد، دود آتیش، ولی غذا برای تفق نبود. نان خشک میخوردن، سنگ به شکم میبستن، ولی لبخند از روی لبشون محو نمیشد. این لبخند تظاهری و ریایی نبود. بله، اون عیش حقیقی در دین پدید میاد و تماما شکر و عزت و آرامش و عفت و حاصل رزق حلال. رزق. پس مفهوم کلی رزق و تا همین حد کافی است و حلال و حرام بودنش هم با هم چند تا مثال بهتر میتونیم درک بکنیم. رزق مادی داریم، رزق معنوی داریم، رزق عاطفی داریم، رزق سیاسی داریم، رزق فکری داریم. حتی ببینید مطلب رو بخوام دقیق تر کنیم باید اینطور بگیم. بخش عظیمی از آیات قرآن مربوط به احکام و شریعت ها میشن، مربوط به رزق هستن. رزق که میگیم فقط شکم نیست. بخشش مربوط به تغذیه است، بخشش مربوط به روابط عاطفی و اجتماعی. در واقع میشه که احکام مربوط به شریعت ها دو مطلب اساسی داره. یکی رزق معیشتی، غذایی، تغذیتی، مادی، یکی عاطفی مربوط به روابط اجتماعی. تمام احکام دین بر مدار همین دو تا موضوع بسیج شده. هیچ مطلب دیگه نداره. اینها دو تا قلمرو رزقه. رابطه انسان با جهان، با طبیعت، و رابطه انسان ها با همدیگه. دو قلمرو رزقه. رزق معنوی عاطفی و رزق مادی حیاتی جانوری. این دو دسته کلی از رزق هستش. به میزانی که این رزق‌ها حلال هستند در وجود حل میشن، جذب میشن، باعث رشد و عزت و عیش و سلامتی و شکر و تعالی میشن. یکی نان حلاله، یکی عاطفه حلال. ببین که عاطفه حلال. این مسئله در دریایی از سخنان از امامان ما هست. خود حضرت علی علیه السلام می‌فرماد تا تن تو، پوست و گوشت و خون تو پاک نشه، دین تو پاک نشده. ببین حضرت علی پی و چربی ها رو میگه نشانه بیماری و کفر شماست. آب کنید این پی ها و چربی ها رو. اینا جلوی قلب و هوش و حواس شما رو میگیرن و شما رو ابله میکنن. رزق حرام تبدیل به پی و دنبه و چربی ها و عناصر نامحلول میشه. کبد و کلیه و قلب و ریه و هوش و چشم و گوش و همه چیز رو دوستانی پی جلوش میگیره و انسان رو کر و کور و ابله میکنه. کرن، کورن، لالن، گنگن، شعور ندارن، به قلبشون مهر خورده. اینا از لحاظ بیان بیولوژیکی یعنی جلوی تمام کانال های رزق گیری از جهانشون رو پی گرفته و اینا دستشون از جهان کوتاست. و لذا هرچه هی حریص‌تر میشن، قطعی زده‌تر میشن، هی بیشتر میخورن و بیشتر گشنه‌ترن. روابط اجتماعی همینطوره. هر کسی 100 تا دوست آشنا و 500 تا نمیدونم حزب و گروه فلان روابط این همه داره ولی یه ذره عاطفه و محبت دریافت نمیکنه. رزق حلال بهش نمیرسه. این روزی ها، این رزق ها درش حل نمیشه. بر لب آب، بر لب چشمه است ولی تشنه است. این مطلب دیگری هست. حتی در همه مذاهب همینطوره. یک جمله بسیار نابی در اپانیشادها یه بار من روبرو شدم، در اونجا میخوندم که فکر انسان محصول غذایی است که میخوره. حکمت و علم محصول غذایی هستش که انسان میخوره. ببین پس این حکمت در اعماق تمام مذاهب وجود داشته و هنوز هم نشانه‌اش در این کتب هست. همه اینا یک حرف رو زدن. تمام مذاهب یکی هستن. به قول قرآن تمام انبیا آمدن یک حرف رو بزنن. یک دین بیشتر وجود نداره. ادیان غلط، دین فقط وجود داره. یک دین بوده. حرفم همیشه یکی بوده و داستان حلال و حرام بوده که چگونه زندگی کنید تا این جهان هستی به شما رزق حلال بده تا بتونید شما سلامت تن پیدا کنید، در شما عقل پیدا بشه، وجدان پیدا بشه و روحتان زنده بشه، قلبتان زنده بشه و تا چنان حواستون و هوشتون فعال و خلاق بشه تا بتونید آن خلاق رو دیدار کنید، یعنی خالقتون، یعنی خداوند رو دیدار کنید. اگر علی جز خدا هیچی نمیدید برای اینکه رزقش به کمال حلالی و پاکی رسیده بود و طیب و طاهر شده بود، لذا اینقدر چشمش زلال شده بود که بتونه خدا رو ببینه. اگر محمد با خدا سخن گفت در معراج برای اینکه گوشش انقدر شفاف و زلال شده بود به واسطه رزق حلال
که تونست با خدای خودش حرف بزنه. درجات انبیا، درجات ولایت و امامت، درجات معرفت و دین اخلاص تماما درجات رزق حلاله و سلامت هم چیزی جز این نیست. خب پس در واقع باید گفتش که کل جهان هستی، 7 زمین و آسمان و هر آنچه که در هست تماما جهان رزق برای انسان. اینکه کل جهان را آفریدیم و مسخر وجود انسان کردیم تا به انسان رزق بده، تا انسان چه بشه؟ تا از طریق این رزق به حق خودش برسه، خدای خودش رو بشناسه و به حضور خداوند برسه و توحید وجود رو درک کنه و جمال روح خودش رو که خود پروردگار هست دیدار کنه و خدا در خود پیدا بشه. بنابراین صحبت بر سر دین و دنیا است. رزق از یعنی دنیا. دین پس دین، روح، روحانیت، معرفت، عرفان، حقیقت، بصیرت، هوش، رشد، نبوغ، همه اینها در واقع میشه گفتش که از دنیا در میاد. از دنیا در میاد. در اسلام، در کلا در دین خدا، دین و دنیا دوتا جهان در دوتا زمان نیستند، یک واقعی واحد هستند. این قرآن فرماد که هر کس در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش شدیدتر است. هر کس در این دنیا در عزت و رحمت است، در بعد از مرگم از عزت و رحمتی برتری برخوردار میشه. این یک طیف واحده. دین و دنیا عین همه. جدا کردن اینها عین نفاقه. اینها جدا شدنی نیستن. دین از دنیا در میاد، بسته به این داره که انسان چگونه رزقش رو بخواد به دست بیاره. گفتیم رزق یکی از طبیعت، یکی از جامعه. رزق مادی، رزق عاطفی. در میزانی که بر احکام دین خدا عمل میکنه، این جهان براش حلال میشه. جهان براش حلال میشه، باعث رشدش میشه. یعنی جهانش، زندگیش بهشتی میشه. در غیر این صورت جهنمی میشه. این مطلب واضحه. و ما میدونیم که در دین اسلام از یه لحاظ بخوام بیان فلسفی بکنیم، رئالیستی ترین و چه بحثا میشه گفت ماتریالیستی ترین دین تاریخ بشر بوده، کامل ترین بوده. تمام سوره های قرآنی نگاه کنید، اکثر اسمایی که بر بالای سوره ها هست اسمای طبیعی است، مادی است. سوره عنکبوت، سوره بقره یعنی گاو، ببین طوفان، آسمان، نجم، تماما اسمای مادی و به قول معروف ماتریالیستی داره. ببین این ماتریالیسم نیست. این یعنی درک حق در حقیقت، در واقعیت. اسلام تنها دینیه که سجده بر خدا این سجده بر خاکه. یعنی آقا جان در خاک خدا رو بجوی. خب از اهمیت شریعت اینه. این سخنها که ما عالمانیم، ما را با این مسائل پیش با افتاده مادی و دنیوی چه کار؟ قرآن این رو گفته که کافران این استدلالشون، ما خود عالمانیم. ببینید پس نیاییم بگیم آقا جان اینها حرفای 14 قرن پیش بوده، مال اعراب وحشی و سوسمارخوار بوده. این مزخرفات واقعا خودفریبی واضحه. انسان تماما غرایز و نیازهاش، دین خدا اومده این غرایز و نیازها رو بر اصول و حقی قرار بده که این نیازها او رو بی‌نیاز کنه، نه او رو دریوزه، اسیر و بنده و بدبخت بکنه. شما نیا کنید خلاق‌ترین و توده‌ای‌ترین و سرنوشت‌سازترین فلسفه های حتی مادی هم که در این 2 قرن اخیر پدید اومدن و ایدئولوژی ها رو به وجود آوردن، فلسفه هایی بودن که دست از خیال پرستی برداشتن و سعی کردن فلسفه رو در خدمت حیات مادی و غریزی بشر در بیارن. خود سوسیالیسم، مارکسیسم چرا اینقدر نفوذ کرد در اعماق قلب توده ها و حتی روحانیت مذاهب تحت شعار قرار داد و مذهبی ترین بخش های دنیا به سوسیالیسم روی آوردن. خود مسلمان ها جدی ترین سوسیالیست ها از آب در اومدن. ببینید من حتی دارم از فلسفه مادی صحبت میکنم. ببین فلسفه‌ای درش خدا نبوده، تمام فلسفه غیر فلسفه بی خدا و ضد خداست. اونایی که رئالیستی تر برخورد کردن در مردم تونستن نفوذ بیشتری بکنن و به هر حال سرنوشت رو تغییر بدن و فلسفه‌ای باشه که حرف نباشه، فقط ادعا نباشه، که فقط به درد اشراف و دربارها بخوره. چرا اندیشه نیشه اینقدر خلاقه و اینقدر تنها فلسفه‌ای هستش که داره رسوخ میکنه و اثر میذاره؟ چرا؟ برای اینکه برای اولین بار اومده از غرایز صحبت کرده. میگه آقا جون فلسفه حقیقی بایستی از غرایز صحبت کنه،
مشکل نون و آب خوردن و خوابیدن انسان رو حل کنه. ما بایستی از عرش بیام پایین روی زمین را بریم. تمام انقلابات هم اینطور بودن. ماو چرا موفق شد سرنوشت میلیارد انسان دگرگون کنه؟ برای اینکه اینجوری نگاه کرد. خود گاندی، خب گاندی که یه عارف بود، اون هم اینطور بود. خود گاندی گفتش که من نیامدم تا مردم هند رو به عرش و به خدا و به آسمان برسانم، من اومدم آداب خوردن و خوابیدن و توالت رفتن رو به مردم یاد بدن. خود تمام پیامبران خدا اومدن همین رو یاد بدن که چطور بخورن و بخوابن و جماع کنن که تباه نشن. ببینید از تکبر و غرور و شیطنت و جهل جنون بشری که احکام خدا رو در شأن خودش نمیدونه و میگن ما خود عالمان هستیم. در حقیقت دین اسلام دینی است چون دین آخر زمانه، متافیزیک و تمام اسرار آسمانی رو بر روی زمین نشانه رفته. چون عرصه آخر زمان عرصه ظهور متافیزیک در فیزیک هست، لذا دین اسلام هم کاملترین شریعت ها و حکم ها رو داره. شما نگید امام یعنی چی در اسلام؟ در تشیع امام یعنی مظهر کمال و جمال خدا در عالم خاک. درسته؟ یعنی ظهور متافیزیک در فیزیک. ببین اینها داری نشانه این از چه حاصل میشه؟ از کمال شریعت. از کمال شریعت این حاصل میشه. ببینید در فلسفه اشراق سهروردی یک بحثی تحت عنوان هیکل نوری. هیکل نوری اون انسان کامل رو سهروردی میگه. انسان کامل از طریق طیب و طاهر ساختن رزق خودش لجنیت و ظلمت را از وجود میزدایه و به هیکل نوری میرسه. نور پروردگار از وجودش متساعد میشه. آن نوری که در نقاشی ها و در روایت ها از پیشانی انبیا و اولیا صادر میشده، این به واسطه رزق حلال بوده. به یک کلام مشکل تمام انسان در طول تاریخ و امروزه که از بطن دوزخ تکنولوژی و نفت که مواد اولیه دوزخ طبق کلام پیامبر، این رزق‌ها اینقدر آتشین، دوزخین و نفتین شدند و انسان برای یه لقمه تن به هر کاری میده، تن به هر دروغ و دغل و ربا و خودفروشی میده. بله اللازم معیشتی 1000 برابر بیشتر از نسل‌های قبل داره میخوره و تفریح میکنه، ولی 1000 برابر رنجورتر و معذبتره. در یک کلام علاج تمام دردهای بی‌درمان فکری و روحی و روانی و عاطفی، سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکی، علاج تمام پوچی ها پنسیر نون حلاله. پنسیر نون حلاله، نونی که از طریق دزدی و دغل و دروغگویی به دست میاد. البته روانشناسی همون نون تو گلوی آدم گیر میکنه، حل نمیشه، زخم معده میاره، کلیه رو از کار میندازه، قلب رو، تمام اعضای جواره رو، خون رو ثقیل میکنه، مثل قیر میکنه، حیات رو کند میکنه و انسان به سمت مرگ تدریجی میره. ببینید تمام حکیمان بزرگ، حالا سوای انبیا و امامان، حکمت اجر رزق حلاله. حلالیت در رابطه عاطفی و در رابطه با طبیعت و تغذیه. رابطه عاطفی که بر حرامیت باشه، بر فسق و فجور باشه، در اونجا محبت پدید نمیاد. جنون و کین و نفرتی پدید میاد که سعی میکنه اسم خودش رو عشق بذاره. ببینید محبت پدید نمیاد، قلب رو سیاه میکنه، آرامش و عزت از انسان میگیره، مغز رو از کار میاندازه، حواس حتی جانوری انسان رو مختل و مخدوش میکنه، حتی ابتدایی‌ترین حد شعور حیوانی رو در انسان تباه میکنه. حکمت معلول رزق حلاله. شما نگاه کنید در قرآن کریم اومده که ای رسول ما بگو که من بابت رسالت خودم از شما حقوق نمیخوام، مزد نمیخوام. این رو تمام معلمین روحانی، تمام مجتهدین، تمام آموزگاران معنوی و معرفتی بایستی بدانند که حق ندارن از بابت این رسالتشون حقوق بگیرن از مردم. بایستی کار کنن، بایستی برن بیل بزنن، بایستی برن کسب و کار داشته باشن، هنر و فنی بایستی بلد باشن. امامان اگر اسوه های ما هستن، ما این شکلی بایستی از اینا تقلید کنیم، نه فقط یک سری آداب جانواز آب کشیدن رو تقلید کنیم. ما بایستی بدونیم که دین اینها هست. نماز، روزه، خمس، زکات، حج، خیرات، اینها فروع دینه. فروع یعنی میوه. وقتی اینها درست انجام میشه، زندگی بر اساس حلالیت
اجرا میشه اینها به طور طبیعی در میاد. اینها میوه ها هستن. در قرن ما باید یک درخت بتونی و آهنی درست کنیم، اون وقت میوه های پلاستیکی و گل های پلاستیکی روش نصب کنیم. مذهب نفاق، نماز منافقانه، روزه منافقانه، خیرات های منافقانه. اینطور نبایستی باشه. ما نمیتونیم رزقی رو که ذاتش حرامه یه مقدارش خیرات بدیم بقیه فرض کنیم که حلال شده. مثل اون دزدی بود که گوسفند مردم میدزدید، سر میبرید گوشتش رو خیرات میکرد. همسرش ازش پرسید که این چه کار احمقانه ای میکنی؟ گفتش که گوشتش رو خیرات میکنم، پوست و دنباش برای خودم میمونه. این گناه این با ثواب این در این شکلی نمیشه. از یک چای فاضلاب شما چند تا سطل بکشی بریزی دور، ما بقیه که مونده توش حلال و پاک و طیب و طاهر نیست. این رو ما بایستی بدونیم. بنابراین آن معلم روحانی، اون کسی که رسالت تربیت رو داره، اینها اوصیای انبیا هستن. به قول خود رسول اکرم مؤمنان در آخر زمان، مؤمنان میگه امت من مقامشون در نزد خدا از انبیای بنی اسرائیل برترند، اینها مقربترند. بسیار از انبیای سلف به مقام مؤمنان امت من در آخر زمان در نزد خدا قبطه میخورن، اینقدر مقامشون بالاست. پس ما بایستی سنت انبیا و امامان ما رو رعایت کنیم، مخصوصا مجتهدین، معلمان معنوی و روحانی، چه با لباس چه بی لباس فرق نمیکنه. کسی که رزق حلال نداشته باشه بخواد از طریق تعلیم و تربیتی که برای رضای خدا داره میده، آیین رسول حق نداره حقوق بگیره از دولت یا ملت. او بایستی کاری علایده بایستی داشته باشه. ببینید برای همینه که این همه سخنان زیبای دینی و قرآنی و عرفانی بر هیچ قلبی فرو نمیره و وقتی که توف سربالا میشه و مردم رو منافق‌تر میکنه و تمام ادبیات و فرهنگ عرفانی و دینی ما پوچ میشه و حجو میشه و اینقدر رسوایی به بار میاره. عالمی که خود به علم خود عمل نمیکنه، رزق حلال نداره، کلامش مثل آب بر روی سنگی. خود امام جعفر صادق فرمودن که چنین کسانی کلامشون مثل آب بر روی سنگ خاراست که فرو نمیره. آنچه که اندیشه رو، حتی آموزش‌های مدرسه‌ای رو تبدیل به یقین و علم عملی میکنه رزق حلاله. آنچه که باورهای ذهنی دینی و معارف و آموزش‌های دینی رو تبدیل به ایمان قلبی میکنه، وجودی میکنه و در خون جاری میکنه، رزق حلاله. ما بایستی بدانیم اگر دریای از معارف هیچ کدوم قلبی نیست، همه علامه دارن، همه عارفن، همه موزه فقیه هستن، همه دم از عقل و خرد و انسانیت و برابری و عشق و ایثار میزنن، کلماتشو از برند، همه دارن نصیحت میکنن، ولی در عمل همه چیز وارونه است. اشکال از رزق تا حلال نشه دریای از معرفت ذهنی نه تنها به کار نمیاد و بلکه تبدیل به عذاب و رسوایی میشه. پس ما بر اساس فقهی که علمای ما، عرفای ما، مجتهدین و فقهای بر حق و راستین ما بایستی تدوین کنند، فقه آخر الزمانی، شریعت آخر الزمانی، اجتهاد. مجتهد کسی است که زمان را بشناسه و بر آن اساس، بر اساس معارف دینی خودش و قرآنی خودش بتونه حکم الهی رو درباره هر شیئی، هر عملی و هر واقعی صادر بکنه. شریعت آخر الزمانی ما میخواهیم. شریعت در هر برهه‌ای یک پوسته، در صورتی ابدی میشه که مجتهدین بر اساس فقه قلبی و عرفانی خودشان میتونن تمام مسائل روزمره بشر رو از خرد و کلان حکمش رو حلال و حرام بودن یا مستحب و مکروه بودن و مباح بودنش رو برای مردم آشکار کنن و به مردم بگن که چه کنید چه نکنید، چه بخورید چه نخورید، با کی باشید با کی نباشید. همچین فقهی ما نداریم. فقه آخر الزمانی رو بایستی مراجع ما بنیان گذاری بکنند. جز این هیچ راه نجاتی نه برای کشور ما، نه برای مسلمانان، نه برای خود علمای ما وجود نداره. اگر دین ما، فقه ما و مراجع تقلید ما مهجور شدند، خانه‌نشین شدند، به این دلیل که نتونستند فقه و شریعت امروزین و آخر الزمانی رو برای مردم بیان کنند.
برای همین مردم مجبور میشن به شریعت کاخ سفید پناه ببرند. چاری جز این ندارد. بس.